بچه‌ها چطوری می‌گم عالی باشه. اومدیم با پارت 5 ماینکرافت سروایول. آقا شاید واسه سوال شده من چرا اینجا مثلا به خاطر اینکه اومده بودم یه ذره ویلیجر رو این چند تاشون اینا رو اوکی کنم دیگه برای مثلا این چندتی کنیم. بعد یه مود جدیدم ریختم. من مود میریزم دوستم مثلا یه ذره بازی ایزی تر بشه، چون که نسخه 1.21 و مثلا هاردکور نمیشه تو 1.21 بازی کرد. مثلا بخوایم هاردکور بازی کنیم بریم مثلا 1.11 شاید 26.2 اینا. بابا من اینم بگم چند تا ویلیجر رو این چند تاشون رو اوکی کردم. بذار بریم الان یه دونش کنم مندینگ بود و اونجا پروتکشن و اینجور چیزا هم اوکی کردم. اینا رو هم ازش افشنسی و مندینگ رو اینجا اوکی کرده بودم. نکنین اینجا نیست. فکر اون بره. آره اون بره. حالا کاری نریم، ولی امرالد کم داریم دیگه. باید بریم بیس یه ذره تبر آیرونی بسازیم، بعدش چیز کنیم بیایم یه ذره چوب بزنیم. برو بریم. خب آقا ما رسیدیم. بزن اینجا یه ذره این چند تا اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا یه دونه شارپنس آیوی هستش، اینجا یه دونه آمبرکینگ 3، اینجا یه پروتکشن آیوی. خب الان بریم بذاریم بیرون. اینجا امرالد یه سک داریم. این چند تا هم اینا رو چون خریدم، چون که این چند تا میپره دیگه بخاطر همین خریدم. الان این یه استک رو بذاریم چیزی بخریم. رفتم نکنید چقدر مپ رو لود کردم. اینجای مپ رو لود کردم، رفته بودم نیشکر و چرم جمع کنم برای کتاب. این چرم، اینم از این یه خورد 9 تا دونه کتاب، فقط 9 تا. خب الان بزنیم ببینیم ما چیا داریم. اینجا آمبرکینگا رو بذارم اینجا. این پروتکشن هم اینجا. دیگه آمبرکینگ نداریم؟ نه. خب چند تا؟ یه دونه آمبرکینگ، 2 تا هم پروتکشن. بذارین 2 تا پروتکشن بخرم. ای بابا نرو بیرون. بابا همش درد سر دارم من سر شما ها. بیا اینجا. ای خدا. خب آقا 2 تا بابا بیا اینجا. ای خدا تو میخوای بری دقیقا کجا ها؟ خب نیومد بیرون. الان یه پروتکشن آیوی، یه 2 تا پروتکشن میخریم ما. امرالدامون مثل که تموم شد. شما بفرم. میتونم یه دون آها الان فول پروتکشن شدم. بذار دوستان از شما بیاین این بر فرما این بر داداش. خب این 2 تا پروتکشن با 4 تا پروتکشن 4 تا هم برکین. برای اینکه لولمون الکی نره به نظر من بریم چیز کنیم، یه چند تا مندینگ هم بخریم. خب نمیدونم شاید بدر 2 تا مندینگ اینجا داریم، انویل هم داریم. نکنین اینو اینم از اون ویلیجه آوردم. این 2 تا رو در میاریم. شما بفرما شما بفرما. الان آمبرکینگ و مندینگ، این 3 لول این 2 لول. آمبرکینگ و مندینگ 2 لول مجددن. اینو این 5 لول. اینو این چیز اینو این 6 لول. نه به نظر من 6 لول. آقا داشتم میگفتم اینا با هم میشه اینقدر، ایشونم با این بیاد میشه 12 تا لول. ولی نداشت. ببین الان 20 تا لول برای
شلوارم دادم 20 تا لولم با لباس بر لباس دادم. وایسا این آمبریکینگ و مندینگ پروتکشن چقدر میشه؟ دوباره همین فکر کنم دوباره همینه. اینم 3 لول بیشتر واسم نموند. همین دوتا رو اینچنت کردم 40 لول ازم گرفت. ای شانس. ولی ما برای خرید این چند تای بیشتر به امرالد نیاز داریم. بریم به نظرم چوب بزنیم که آره دیگه وسایلمون رو اوکی کنیم و از اون برم لول هم میگیریم تازه دیگه بی لول نیستیم. این از این غذامو بده. چرا غذامو گذاشتم اینجا؟ این از این سپرم هم بده. یه واتر آبم بده. اینم کتابم بده. آها آیرون و این یه 4 تا میسازم دیگه. خب برو بریم. خب به نام خدا برو بریم. من تبر آیرونیوم همهشون شکست و من دارم با تبر دایمندی میزنم. حالا پرگام ریخت مگه میشه اینقدر تبر آیرونی ضعیف؟ حالا ضعیف هم نیست ولی خب گفتم حداقل پر میکنه اینطوری من پر نکرد. الان 5 استک اینجا رو تقریبا میشه گفت با تبر دایمندی زدم و نصفش هم حتی نرفته. نمیدونم والا. آخه 4 تا تبر آیرونی ساخته بود. خب ما برگردیم اینا رو تبدیل کنیم بفروشیمش بازم برمیگردیم. آقا ما رسیدیم با اندکی چوب. برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا. تو دستم هیچی نباشه بجز دوتا دوست عزیز و آره. خب بریم برای اینا رو تبدیل میکنم به امرالد دوباره برمیگردم. خب آقا بریم برای ادامه کارا که یه چیزی من متوجه شدم. دوباره باید بریم اینجا که مندینگ بخریم بیاریم و آره